درود رفقا، وقت بخیر. امروز دوشنبه 29 اردیبهشت سال 404 در خدمت شما عزیزان هستم با تحلیل اونس جهانی. خب رفقا، اونس جهانی حالا با یک سری تنش‌هایی که در بازار بود کلاً چند وقتی صعودی هست، ولی در این اواخر به علت یکم کاهش تنش‌های بین آمریکا و چین، کاهش تنش‌های تجاری، یک افتی رو داشتیم و فعلاً روند کوتاه مدتش نزولی هست. حالا بریم روی چارت این رو بهتر بررسی کنیم. ببینید، اول از تایم هفتگی شروع میکنم. در تایم هفتگی، هفته گذشته کندل نزولی خوبی زد. درسته که این شادو داشت، ولی خب نوید نزول رو میده با این پینبارها و با این پینبار کیباری که داشت نوید نزول میده، ولی تا زمانی که این کف نشکسته فعلا در تایم روزانه ما صعودی هستیم. محدوده خرید بسیار مناسب در تایم هفتگی عرض میکنم. دقت کنید، منطقه 3014 تا منطقه 2954 هست که این محدوده میتونه محدوده بسیار بای جذابی باشه و محدوده بسیار عالی تر که میریم حالا محدوده 2558 تا 25 حالا 35 یا 2520 که حالا عدد روندی هم هست، ولی خب تا اینجا برسه خیلی کار داریم، ولی این محدوده ها رو میتونیم به زودی ببینیم اگه با این روند ادامه پیدا کنه. و محدوده های خب سرش هم که مناطق بالاتر هست، ولی خب حالا اونا رو هم در تایم های کوچیک‌تر بررسی کنیم. در تایم روزانه میبینید که ببینید حالا این محدوده‌ای که قبلا هم عرض کردم در تایم روزانه، حالا یکم کوچیک‌ترش در تایم هفتگی عرض کردم، حالا در تایم روزانه محدوده کوچیک‌تری به ما میده 2983 تا 2953، ولی شما از محدوده 3000 بگیرید که حالا محدوده روندی هست که میتونیم بای بگیریم. و این محدوده ها کلا محدوده های سل هستن: 3324 3350 3370 محدوده 3420. این محدوده در تایم روزانه سل هستن و همچنین محدوده های بالاتر، ولی خب همچنین این محدوده میتونیم بای داشته باشیم 3083 تا محدوده 3072، حالا که به خط روندمون هم برخورد میکنه، ولی این محدوده بسیار محدوده بای جذابی هست که میتونید با دل قرص تقریبا معامله کنید، بای بگیرید. و همچنین این محدوده 2858 و 2830 محدوده بای خوبی خواهد بود، حتی اگر به این خط روند هم برخورد کنه. و بریم تایم 4 ساعته. حالا تایم ها رو یکم کوچیک‌تر کنیم، میتونیم معاملات خوبی کنیم. عرض کنم خدمتتون که یک نکته ای رو سعی کنید اسکلپی کار کنید دیگه. بازارها اونجوری نیست که یک روند ثابت داشته باشه. هر روز با اومدن آقای ترامپ با یک حرف، با یک حدیث بازار انفجار پیدا میکنه به یک سمتی و تحلیلاتون میتونه فیل بشه. پس اسکلپی یعنی حالا نمیگم یک دقیقه‌ای، ولی خب سعی کنید در تایم های پایینتر معامله کنید تا احتمال موفقیتتون بیشتر شه. در تایم 4 ساعته همون محدوده رو میبینید 34 39 تا 34 96، یعنی محدوده 3520 میتونیم سل داشته باشیم. این محدوده های سل و محدوده های بای رو میبینید 3176 3152 3137 تا این محدوده ها و محدوده بای خوبی که عرض کردیم قبلا هم این محدوده ها میبینید. این محدوده خیلی بای جذابی خواهد بود اگر برسه قیمت. اینجا بای خوبی هست. محدوده های در تایم 1 ساعته، حالا میبینید که این خط روند رو شکستیم، پول بک عالی زد بهش و داریم صعود میکنیم. در تایم 4 ساعته این رو عرض کنم که ببینید روند ما نزولی شده با شکستن این کف و در حالت بهینه ترش این کف ما حالا در تایم 4 ساعته نزولی هستیم، ولی در تایم روزانه اون اگر دقت کنید هنوز ما چون این کف رو حالا کف خوبی نیست، این کف هست که اگر بشکنه ما روند ما نزولی خواهد شد. در تایم 1 ساعته هم میبینید که اگر دقت کنید باز میتونیم از اینجا سل بگیریم، ولی دقت کنید 2 بار برخورد کرده، بار سوم شاید بشکنه، میتونید از این محدوده سل بگیرید. ولی در تایم 1 ساعته ببینید الان جهت ما میتونیم یعنی صعود کنیم. به این پول بک زده، الگوی MTR تشکیل شده، میتونیم صعود کنیم، ولی روند کلی فعلا نزولی هست. این محدوده ها میتونیم بای خوبی داشته باشیم 3164 3154 و 3128 تا
31:19 اینا محدودهای بای هستن و اینا محدودهای سل ما در تایم نیم ساعت هم که باز این محدوده اگر برسه میتونیم بای بگیریم. محدودهای پایین تر، حالا اینا زردها تایم های 15 دقیقه هستن و این محدوده میتونه سل خوبی داشته باشیم، حتی تا این محدوده میتونیم در تایم نیم ساعت سل داشته باشیم. اگر کوچیکترش کنم 15 دقیقه، باز اینجا بای سل. حالا دیگه من عددها رو نمیخونم چون در کنار میتونید ببینید و در تایم 5 دقیقه. خب دوستان، استاپ فراموش نشه، حتما سعی کنید در جهت روند معامله کنید تا احتمال برد بیشتری داشته باشید. حالا باز آپدیت نیاز باشه براتون میذارم. امیدوارم شاد باشید و پیروز. به امید ایرانی آباد.